اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن قرآن بخونین، ای مردم قرآن بخونین، قرآن تعلیم بگیرین، از خود کنین، همسراتون و فرزنداتون تعلیم بدین، با این قرآن زندگی کنین، حرام کرده ای را حرام بدونین، حلال کرده ای را حلال بدونین، قرآن غریب نکنین در خونهاتون. متاسفانه امروز بعضی مردم قرآن در خونهاشون چنگ گرفتگیه، تنها در روز مرده میخونن قرآن. وقتی میبینی پدرش مرد با یک قاری را میاره میگه در سر مرده پدرم قرآن بخوان، یا اینکه در سر قبرستان میبره قرآن بخوان. این قرآن برای زنده ها اومده است، نه برای مرده ها. قرآن آمد جامعه عربی که مردمی که جاهل بودن، مردمی که قوی ضعیف همه خورد، مردمی که غلامدار بودن، زنکار حقوقشون نمیدادن، ظلم ستم رازن بودن، قرآن آمد مردم اصلاح کرد. اگر ما هم میخوایم اصلاح شویم باید با قرآن چنگ بزنیم. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله میگه شما چنگ بزنین بر رسمان الله و شما میگه بین همدیگر تفریقه نکنین. به طور مثال من و شما اگر در یک چقری افتادگی باشیم، من در یک چقری در یک غار افتادگی باشیم، ما را یک چی نجات میده؟ یا یک زینه پایه را میمونن که میبرویم، یا یک بند میپرتاین. من و شما در این دنیا به همین معنا هستیم. الله سبحانه و تعالی رسمان خود روان کرده است. میگه شما در این دنیایی که زندگی میکنین، در این دنیا شما چنگ بر رسمان بزنید، محکم همین رسمان را بگیرین، قرآن محکم بگیرین، شما نجات مییابین. در دیگر روایت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند والقرآن كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها والقرآن حجة لك وعليك. در روایت امام مسلم است. گفتند در این دنیا هر کس یک راه و روشی را برای خود میگیره. یک کس میشود سنی، یک کس میشود شیعی، یک کس میشود ملحد، یک کس میشود لیبرال، یک کس میشود دنیوی، یک کس میشود نمیفهمم شیطانی، به طور مثال ساتانیست. هر کس یک راهی را برای خود میگیره در این دنیا. در آخر یا خودش نجات میده یا خودش هلاک میکنه. فبایع النفس، نفس خودش در راه الله میفروشه و نجات میده، خودش از دوزخ نجات مییابه و داخل جنت میشه، یا اینکه خودش هلاک میکنه، یا اینکه در راه الله خودش میفروشه یا در راه شیطان خودش میفروشه، یا اولیاء الرحمن یا اولیاء شیطان، یکی از همین دو گروه میشود. گفتن قرآن روز قیامت از برای شما حجت است یا بالای شما دعوا و شکایت میکنه. وای بر حالی کسی که قرآن بالای او شکایت کنه، قرآن شکایت کنه بگه یا الله اینمی بنده تو مرا نمیخواند، تو 50 سال، تو 60 سال، 70 سال عمرش داری، در این مدت 70 سال هم وقت نیافت که مرا تعلیم بگیره. این بنده تو حرام کرده مرا حرام نمیدونه، حلال کرده مرا حلال نمیدونه. در خانه ای من غریب بودم، بالاش اینقدر چنگ گرفتگی بود، در بالای سری کودکاش میمون که شیطانا خونه ندروین، ولی مردمو بعضا هم خیلی میگن در لطه میبندن بالای سر قرآن میمونن، سالش قطعی را نمیکشن که بار بخونن. 3 روز اگر قرآن نخونده، علما میگن اگر انسان 3 روز قرآن نخونه از جمله شخصایی هست که قرآن ترک کرده است. این و اتخذوا هذا القرآن مهجورا. روز قیامت قرآن شکایت میکنه، میگن من اینو ترک کردم. از این خاطر دوستان عزیز ما مسلمان هستیم، باید قرآن کتاب الله محکم بگیریم. بله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ببینید چقدر زیبا بیان میکنه قرآن. الف لام میم حرفای مقطعه هستند که معناش غیر الله هیچ کس نمیدونه. البته اقوال دیگری هست. ذلك الكتاب لا ريب فيه، این قرآن کتابی هست. ذالک اسم اشاره، یعنی قرآنی هست که بالای زیاد باید تفکر کنید، یعنی بعد، لامی بعد آمده است، زیاد تفکر که ای بنده خدا بالای این قرآن. لا ریب فیه، در این هیچ شک شبهه‌ای نیست. هدی للمتقین، این قرآن هدایتگر است. کی را هدایت میکنه؟ کافرا را؟ نه. مشرکا را؟ نه. مبتدعا را؟ نه. فاسق و فاجر را؟ نه. کسی که اهل تقوا هست، کسی که اهل این قرآن است، این قرآن هدایت میکنه. کی هستن اهل تقوا؟ الذين يؤمنون بالغیب، در قدم اول ایمان به غیب دارن، با وجود الله، با عرش و کرسی و با جنت و دوزخ و زنده شدن بعد از مرگ و عذاب قبر و هر چیزی که علم غیب است. قرآن گفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایت صحیح گفت مؤمن با او ایمان داره. بله، هدی للمتقین الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه. دیگر صفتی متقیا چند؟ نماز در وقتش میخونند. شخصی میگه من مؤمن هستم ولی نماز نمیخونه، در ایمانش گارانتی نیست، امکان داره مسلمان نباشه. و همچنانی که در این مسئله گپ زیاد است. خب دوستان بسیار احتیاط کنید، مسئله قرآن جدی بگیرین. کسی که قرآن نمیخونده نمیتونه، این حیف است. ولی بعضی ها متاسفانه دکترا
میروند زبان انگلیسی را از خود میکنند، زبان نمیسی را میخونند، حتی خیتایی را که همون خونچه را میخونند، همون لهجه قدی گپ میزنند، چنگ کده گپ میزنند. بله میروند از خود میکنند، یا دیگر سوحه ها دیگر اختصاصا را از خود میکنند، زحمت میکشند ولی قرآن خوانده نمیتونن. میپرسیش میگه جون نبوده که تعلیم بگیرم. و تو زبان انگلیسی را درس گرفتی تونستی گپ زده کو، زبان روسی را تونستی گپ زده کو، زبان نمیسی را گپ زده تونستی کو، تو زبان خیتایی را چنگ پنگ میکنن گپ زده خونچه را از خود کردی کو. قرآن مشکل است. قرآن میگه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما میگه قرآن آسان کردیم. مفسران میگن که از این آیت درباره حفظ قرآن است، یعنی حفظ قرآن آسان است. کودکای 5 ساله و 7 ساله رو ببینید قرآن حفظ میکنن. من چند سال پیشتر بودم، محمد ایوب در مدرسه مرکزی در زمانه خدا رحمتش کنه قاری امان بود و وقت مفتی بود، یک مسابقه شد در شاگردای قاری محمد سعید الله حفظ کنه، استاد محمد سعید که خیلی خدمت کردن برای جوانا، آوردن محمد ایوب الله شاهد است که 4.5 ساله 5 ساله پرا نبود، 4.5 ساله 5 ساله یا نمیخی بود، مسابقه در جای اول گرفت. حتی میگنش آیت میخونه با غمش میتر، استاد خیلی کم میزد، کم تق میزد که خچه گم کنه، کودک گم نمیکرد. قرآن معجزه هست. بتش یک کتاب دیگه را بگم که ازیاد کنه، بیبلی را بتش نمیتونه ازیاد کنه، انجیل را بتش، تورات را بتش نمیتونه ازیاد کرده. بتش کتاب فردوسی را، شاهنامه فردوسی را بگو ازیاد کنه، نمیتونه. کتاب هندو را بتش، بهارنهی را نمیتونه ازیاد کرده. لیکن قرآن ازیاد کرده است. این معجزه هست. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن خداوند میگه ما نازل کردیم و اینو ما حفظ میکنیم. در این آیه چند تاکید است. چگونه حفظ میکنن؟ ملائکه میآیند از آسمان، ملائکه ها جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، دیگر ملائکه میان قرآن در بین ما حفظ میکنن؟ نه، قرآن به فرزندان من و شما الله سبحانه و تعالی حفظ میکنه، با من و شما حفظ میکنه. من حفظ میکنم، تو حفظ میکنی، فرزند من حفظ میکنه، فرزند تو حفظ میکنه. دیگه هیچ کس نمیتونه قرآن تحریف کنه، نمیتونه یک کلمه از پیش خودش بدره. اگه گپ سر قرآن رفت بیا اطراف این گپ میزنیم، سوالا رو دیگه جواب نمیگیم. در کتاب علامه صابونی صفحه التفاسیر ده خطا نکنم خلاصه چند سال پیش بود وقتی که میخوندم، یک قصه را میاره، میگه یک آدم بسیار خط زیبا داشته است، بسیار خوب مینوشته، هم به عربی مینوشته است، هم به عبری مینوشته است، هم به چند زبان مینوشته است و خطی بسیار زیبا. میگه میره یک روز تورات میگیره و مینویسه و در داخل همون کتاب تورات چند گپ از پیش خودش هم تحریف میکنه ده، یعنی دبافکا میکنه، دبافکا زبان روسی خط میکنه، بچه خوبتر میفهمن، یعنی هر چیز از پیش خودش کوش میکنه، تحریف میکنه، چند آیت از پیش خودش مینویسه، میبره پیش یهودیو میبینن که یک کتابی بسیار زیبا، خطی زیبا، هزار رحمت، منو پول تنگا را بگی، تنگا پول مولا بگی رحمت، میویا با یک تا دیگه انجیل مینویسه، بعدم داخلش هم یک چند تا دیگه هم تا کوش میکنه پیش خودش، چند آیتی را میبره میتا، مردم میگن خبر کتابشون از زیاد نمیدونن. دیده باشی اگر دائم وقتی که می پاپای خریستیانو وقتی میخونن در پیش اون دائم کتابا میگیرن و میخونن، این ترنگی ما ور حفظ در نماز بخونیم، در تراویح قرآن ختم بگذاریم، نمیتونن، اونو نکردن. بعد میگیرن هزار رحمت، معنا بگی پول مولا بگی تنگا و پول مولا بگی رحمت، بسیار زیبا، خوش به حالت، خیر ببینی. بعد میآید یک تا به زبان عربی قرآن مینویسه و چند آیت از پیش خودش هم تا کوش میکنن، تحریف میکنن. بعد میبره پیش مسلمانو میگیرن خیر و حافظ قرآن نوغه، حافظ قرآن میگه یک میبینن که خطا را میآورن، موردنک شتشپش میکنن، موردنک همین شتشپش میکنن، میگه ای مردم ول بس صبر. مقصدی من همین بود که من بفهمم که همین کدامش بر حق است، یهودیت است، نصرانیت است، اسلام، یعنی کدامش بر حق است، تا اینکه من ایمان بیارم، تا اینکه من همون دین پیروی کنم. حالا فهمیدم که یگانه کتابی که در بین دیگر کتاب ها تحریف نمیشه و در او کمبودی نیست، همین قرآن است. من نوشتم بردم بردکو رحمتون گفتن، ایجدا نوشتم رحمتون گفت، پیش اومدم شتشپم کرده استی. فهمیدم که همین کتاب یگانه کتابی که تحریف نشده است همین است. بله، از این قدرت قرآن هرگز درستانه از تحریف نمیشه. در تاریخ بارها نفران آمدن خواستن که مثل قرآن بنویسن. حتی در زمانی خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی عرب‌هایی را که اونها از تمام فنون زبان عربی با خبر بودن، اونها را بارها گفت که اگر این کتاب از جانب الله نمیدانین، پس یک تا مثل همین قرآن بنویسین و خوش زبان عربی را شما خوب میدانین، از تمام نازوکی های زبان عربی با خبر هستین، شما فصیح هستین، شما بلیغ هستین، بنویس. ای ابو جهل بنویس، عاص ابن وائل بنویس، ولید ابن مغیره که تو شاعر بودی، شاعری عرب هستی،
از تمام فنون زبان عربی با خبرت بنویس کو یکتا نتونستن. بعد از اون الله سبحانه و تعالی گفت که 10 تا سوره ساخته و مفتریات دروغ شما بنویسین کو همه قرآن نه 114 سوره نه 10 تا سوره بنویسین نتونستن. بعد از اون گفت که شما یک تا سوره بنویسین و این کنتم فی ریب مما نزل آیت قرآن است نه فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. خب یعنی الله سبحانه و تعالی اونها را گفت که یک سوره اگر بنویسن هم یک سوره را نوشتن نتونستن. اونو فصیح بدن. از اون میگن جای مده الله اکبر الله اکبر.